سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوش اومدید به کانال خودتون و به یه جلسه دیگه از آموزش تیا پورتال. دوستان اگه یادتون باشه توی جلسه پیش من تحقیق خیلی کوچیکی بهتون دادم مبنی بر اینکه ما اصلا چطور میتونیم یه چراغ چشمک زن بسازیم. توی این جلسه ما قراره پروژه قبلیمون رو یک استپ ببریم جلوتر و کاملترش کنیم و اینکه اون پروژه رو با هم تکمیل کنیم. پس همراه من باشید. خب دوستان من اومدم اینجا تو محیط تیا پورتال هم پروژه جلسه قبل رو داریم و همونطور که میبینید ما برای چراغ‌ها یه سری شرطا نوشتیم که مبنی بر این بودش که اگه برای مثال موتور مثلا RC منفی یا RC مثبت کار کنه ریست لایتمون یا علمون استوب لایتمون اینجا باید فعال بشه و اگه کار نکنه استارت لایتمون فعال میشه که به ما اجازه این یعنی به ما نشون میده که ما اجازه داریم که اصلا سیستم رو استارت کنیم. حالا من میخوام این استارت لایت من میخوام به صورت چشمک زن باشه، یعنی میخوام یه دونه پالس یا همچین چیزی براش درست کنم. خب میام چیکار میکنم دوستان؟ میام تو قسمت دیوایس کانفیگوریشن روی PLC می دابل کلیک میکنم و دوستان میام تو قسمت سیستم کلاک مموری توی قسمت کلاک مموری بیتس تیک انیبل رو میزنم. ببینید زمانی که اینیبل میکنم یه آدرس پیش‌فرضی به من داده که این مموری 0 هست. خب مموری 0 رو اگه یادتون باشه توی OB1 ما یه جا استفاده کردیم. میبینید همین الان که ما الان مموری 0 رو زدیم دقیقا اینجا ارور اون دوپلیکیت ارور رو این چیزا رو داره به ما میده که از همین الان میگه شما اصلا تداخل حافظه داری، یعنی ممکنه زمانی که این فعال میشه اصلا ممکنه به صورت چشمک زن باشه یا اصلا میتونه اصلا اون چشمک زن کار نکنه و 1001 بحث دیگه هست. حالا ما اگه حالا تست کنیم میفهمیم دقیقا چه اتفاقی میفته. خب من میام حالا برای اینکه تداخل آدرس پیدا نکنم من مثلا این 0 رو مثلا میزنم 110. حالا شما هر عددی که دوست داشتید میتونید بزنید، فقط به شرط اینکه تداخل نداشته باشه. همونطور که میبینید یه بایت رو کلا برای ما اشغال میکنه که میشه 110.0 تا 110.7. خب حالا برگردیم به محیط نرم افزار و ببینیم چجوری میتونیم این چراغ چشمک زن رو بسازیم. خب دوستان این پروسش خیلی راحته، راحت‌تر از اون چیزی که فکرشو میکنید. من میام دقیقاً ببینید قبول دارین دیگه ما یه ورودی داریم یه خروجی داریم و دقیقاً میام بین این ورودی و خروجیه دقیقاً میام از یه فیلتر ردش میکنم، مثل میمونه که این فیلتر رد میکنم و میشه چراغ چشمک زن. چطوری؟ میام یه نورمالی اوپن میذارم. خب بیتمون چند بود؟ M110 دات مثلا من میزنم 4. خب این مثلا برای ریست لایتمونه. حالا من یه دونه اینجا 4 میزنم، یه دونه برای اینکه تفاوتش رو با هم بفهمیم یه دونه 6 میزنم، یا آره 110.6 خیلی بهتر. خب میزنم M110.6 110.6. میبینید همونطور که اصلا میزنم خودش میزنه کلاک مثلا 62 صدم هرتز، مثلا کلاک 1.25 هرتز. خب من اینا رو توی PLC هم دانلود میکنم، میزنم روی PLC و PLC سیستم هم بالا میارم. خب کانسیلر استرست رو میزنم تا PLC سیستم من بالا بیاد. خب همونطور که میدونید اول همیشه برنامه‌مو کامپایل میکنه که ببینه اروری دارم یا ندارم و بعدش میتونه برای من دانلود کنه. خب برنامه آماده دانلود، لود میکنم. خب گزینه ران رو میزنم و فینیش. خب دوستان من نرم افزار فکتوری من باز میکنم، PLC سیم کانکت رو میزنم.
حالا صبر میکنم تا کانکت بشه. خب همینطور که شما مستحضر هستید دوستان، شرط برنامه ما این بود زمانی که سیستم ران میشه یا باید استارت رو بزنیم یا باید سنسور رو ببینه که کانوایر ما کار کنه. من ران میکنم. میبینید الان ما استوپمون به صورت چراغ چشمک زن در اومده. میبینید حالا اگه من استوپ کنم، همینطور که میبینید سرعت اون چشمک زدن استارت خیلی خب طبیعتا کنتر از اون استوپه. برگردیم ببینیم چرا. ببینید استارت رو من 625,000 گذاشتم و ریست رو 1.25. خب دقیقا میبینید هرچی این عدد حالا خب بالاتر بره، خب ما طبیعتا سرعتمون خیلی بیشتر هست. حالا من مثلا میتونم به جای اینکه مثلا 4 بذارم، حالا میتونم مثلا یه عدد دیگه هم بذارم که خیلی بیشتر برای شما خانه‌تر باشه و درکش هم یه ذره بهتر باشه. یعنی ما اگه بخوایم اینطوری حساب کنیم در کل هرچی ما فرکانسمون یعنی بالاتر بره طبیعتا اون سرعت اون اینپوت و اون بلینکینگمون خیلی خوب طبیعتا بیشتره. خب من یه دابل کلیک میکنم. خب ببینید ما الان یه دونه روی 110.4 داشتیم و یه دونه 110.6. خب اگه حالا من بخوام یه ذره این چشمک زن به قول معروف یه ذره تندتر بشه طبیعتا، خب من مثلا میتونم بذارم M110.0. خب من میتونم برگردم به محیط برنامه‌ام و اینو عوضش کنم. برای مثال بذارمش مثلا 110.0، مثلا 110.0. عذرخواهی میکنم و بذارم M110.0. خب خیلی راحت میتونم اینو عوض کنم بذارم M110.0. و اینکه خب برنامه‌مو دانلود میکنم. خب لود میکنم و تمام. خب من ریست باتنم الان M110.0. خب استارت هم که به همون صورت چشمک زن آروم موقعی که میزنم میبینید هرچی به قول معروف فرکانس من توی این قضیه حالا بالاتر بره طبیعتا من با سرعت خیلی بیشتری حالا چراغ چشمک زنم رو و اون پالس خروجیم رو خواهم داشت. خب خیلی عالی دوستان، این جلسه از آموزش ما هم تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشید. فقط یادتون نره حتما توی خونه تمرین کنید و اگه سوالی یا موردی هست حتما توی کامنت ها برام بنویسید و خیلی ازتون ممنون میشم با یه لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید و به من انرژی بدید. تا جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.